مؤمن باید ایره بپذیره که دنیا محل راحت نیست، محل عیش و عشرت نیست. دنیا محل امتحان است، دنیا محل امتحان است. امروز در 100% 90% مردم برای امی عقیده را داره که اصلی مقصد دنیا است. امیر آباد بکو از امی خاطر است که ما دیدیم، به چشم سر دیدیم، بعد از ورود فرهنگ مبتذل غرب، بعد از ورود امی کفار نجس، مردم از ناموس خود تیر شد، از دین خود تیر شد، از غیرت خود تیر شد، هیچ نظر نکرد، فقط پول به دست بیار و وسایل عیش و عشرت آماده شود. از امو خاطر است که امروز 3 لواره مردم طرف دولت‌های کفری حرکت کرده رویست، اما با ناموس خود. ان الذين توفاهم الملائکه، یقینا کسانی که ملائکه واره قبض روح میکنن به حکم الله، ظالمی انفسهم، و مردمایی که سر نفسای خود ظلم کرده